به نظر من اول و آخر زندگیت فقط همسرت که برات میمونه، نه بچه ها، نه پدر و مادرت. پس به خاطر هیچ کس، تأکید میکنم هیچ کس، با همسرت بد نشو. اگر با همسرت دوست باشی، کل دنیا هم بخواد دشمنت باشه، هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس قدر زندگی تو بدون، قدر همسرتو بدون. همه رفتن کسی دور و برم نیست، چنین بی کس شدن در باورم نیست. اگر این آخرات عاقبت بود که جز افسوس هوایی در سرم نیست. همه رفتن کسی با ما نموندش، کسی خط دل ما رو نخوندش. همه رفتن ولی این دل ما رو همون که فکر نمی کردیم سوزوندش.